میدونستی پروردگار خودش عالم است. میدونستی این رو و خلان که بینه در لوح محفوظ همه دونهای پیغام هست خب بینویستی این من و خلق من ها رو بکنم و لوح محفوظ دونهای پیغام ما دونها داریم و پیغام دونها داریم گفت تو داناتر از در مسئله تقدیر از من خداوند گفت هست که بخواهم میرفتیم اینکه با نوشتش خداوند چکار میکند میتواند درست کند و یک اسم میدونید سبابش که این دعا کردن نقشه داشتن هدف داشتن در زندگی دعا را شما پرستای چی هیچ نکنید دعا این از بسیار چیزهای عبارت است که یکی یک هدف داشتن و هدف رسیدن و شما میدونید که هر چیز از این عبارت است و وقتی این مشدون که به همه هدف خود که میرسه انشاءالله و یک اثبات دیگر شما آیه های قرآنی بعضش چی میشد بعضش منصوص میشد خداوند میگفت که من باید بهتر کنم اصلا این از فلسفه در میزنیم که فلسفه که در خلق ما هست در اصل خلق ما هست فرهنگ دینی هست اصلا ما سرحد علم چطور میکنیم سرحد علم رو معین میکنیم سرحد علم حاضر اگر ما با پیغام گفتیم از دو ترتیب مکرم جهان کلام غارهای سیاه و غارهای سفید است سازنه دلی ایشیه دیگه تلسکوپ خطی نگاه کردن دیدن که یک جدا یک غارهای سیاه هستی همین چیز داود در آمده رفت و باز دیدن که یک غارهای سفید است که این نو برآمدن نو گفتیش بیسته باز آمده این آسمان است یکم آسمان از این جد علمی طرف نمیدونم اینجا چی بخواد نمیدونم علمی میدونم در ذره های خود آمدن در اگر بگویم که یک اتم الکترون ها تاب میخورن آمدن که اتم از الکترون و نیوترون های خود اینها عبارت بودن از الفا بیتا گاما دیتا و هاکذا ذرات ها اینها عبارت بودن از کوانت عبارت بودن از کوانت تکنولوژی یک کوانت استفاده بودن در شویتریا در 1050 یکم بود کامپیوتر کوانتی برآمده که این 1/5 میلیون است با قوتش و بازون فیکس است بازون فیکس از کپوزیت است و بعد این میدان الکترومغناطیسی از یونتی ماوس عبارت است از نور و نور از تاریکی این حدود سرحد علم است اون طرف که علم نمیدونه این طرف هم علم چیز نمیدونه این خودی علم تمام شاید ما ذراته های دیگر یا برنامه دونن که تاریکی چی بوده تاریکی انتی متریه بوده و خداوند همین گفت گفت که من شما را از تاریکی کنم فقط یک آدم است که روحی خدا را دارد همه چیز دیگر نیست کل آدم معنوش نیست آدم نیست و تمام دنیا را بیشه و فقط آدم را بیشه است در درون انسان روح خود است ذره خود است فرمان خود است برنامه خود است برای همین انسان عزیز است همه چیز دیگر نیست شوانده و این امروز اثبات کرد که کیهان وسیع شده ایستاده است و روز می شود که باز برعکس کیهان که در یک جا جمع میشه کیهان رو در یک جا جمع میشه باز دنیا هم است همون دید
خوب بدونید که در قرآن که خیلی میره عثمان سراغ میشه سراغ هم میریزن همین در همین جمعشوی خودی که لیکن آرام باشه 20 میلیارد سال شد که دیلی کیهان یک میزنه 20 ساله و 1 ساله با میاد از دست میمونه این جمعشویش با 20 میلیارد سال زیاد کنه لیکن آدمیزاد و حیات نیست شدنش این چه خدا خودش میمونه هیچ کس از این علم برات نماید من برای که این سرستانسی شما بدانید که حدودی دانش انسانی هستیم از همین طرف انسان رو طرف نمیداند از طریقی بسیار های دیگر هم شاید میده لیکن کالیتی چنان خورم دارد این یک مطلب من یکون بار با شما حاضر یک مدل بکنم و چی خیلی من هم چیزی علمی شدم میدنم و هم چیزی دینی شدم میدنم خداوند تنها بود از خود نوری آفرید ما نور محمد درود بر او سلام بر و 12,000 سال کیهانی یک سالی یک روزی کیهان 1000 سال ما خدا را نظاره میکرد و حلالت میکرد و از 7 دریا اون از درون و از هر بار که از همه 7 دریا بزد از لای تکرهی میرد و چیزی رو میساخت و همین توسط بهشت ساخت عرش ساخت همین دوزخ ساخت کرسی خودش ساخت دور نام دارد لوح محفوظ خودش ساخت 7 خبر زمین آسمان ساخت از آن جمله جانها را ساخت جانها را یک خودی مثلا شما اگر روی سوال کنید چرا سوال میکنید چی طور عرش خداوند است چی طور ما میگوییم که انا این میزان است انا این میگوییم که چی هست ترم است انا چرا که ما ماهانه این سالانه این موش میگوییم این سگ میگوییم نگاه کنید انا همین زمین هست این زمین ما زمین ما در دید آفتاب چرخ میگوییم آفتاب همیشه یک 10 تا دارد 10 تا الکترون دارد آفتاب چرخ میزند در دید برج ها این برج ها برج های ماهانه و این برج ها یک جای این برج های ماهانه چرخ میزنند در برج های سالانه دیگه همین برج چرخ میزنند روزی سالانه برج های سالانه چرخ میزنند در برج های دیگر و همین طور در راه تختشان یک تا گالاکتیکا ما چی هست؟ اینا دیگه دو شما واسه میشه که همون میفهمه چی بخواد گالاکتیکا یک تاش همین راه تختشان بگه برای اون خیلی نگاه کنی یک تومان رو میبینی سفید بسیار روشنایی اما همون یک تاش از شما به جانب میرود و این خیلی گالاکتیکا میلیارد ها کتاب ندارن یک خود گالاکتیکا هم میلیارد ستاره رو سیاره دارن همین قدر میگه خود خواهد شما فهمیدید که خوب نخوده میبیاید این یکم آسمان را خوب نخوده گالاکتیکا ها یکم آسمان را خوب نخوده من برای که این صورت بسیستم که وقتی که شما این دانشگاه را که فهمیدید باید میفهمید که برای که یک کار را بسیار کنید و این کاری که مثلا ما و شما میکنیم این کاری که ما و شما میکنیم تجارتی که ما و شما میکنیم زندگی ما را معنی میکنه برای چی معنی میکنه برای که پس شما میدانید که برای چی کرده نماشد آدم ها را میگوید که برای که این زندگی بگیزه به چکون میکنیم خطا میکنیم خیلی صاف اصلا شما سوال میکنید چی خیلی هستن این برجی نظام چی بفهمید چرا ما نمیدونیم که ترازونه لیکن در اون جده هست نگاه کنید 1 2 3 4 5 6 اولیمو چطور کنید این را پیوست کنید چی پیدا شد؟ ترازونه
که عالمان نگاه کردند و پیوست کردند. یعنی که اگر ما در درون آدم درویم یعنی خیلی چطور میبینیم اگر خود شویم آدم از مره کند لیکن دین فرم دارد دنیا به فرم نیست مفهمید؟ دنیا به فرم نیست یعنی که همین خیلی اگر ما پیوست کنیم سگ هم میبینیم بلکه مدوی سر هم میبینیم و ها کدام چیزهای جرمهای آسمانی هست این اوهی برای همین عرش خداوند 18,000 برج دارد برای برجا را به سر کشید بتوانم این خیلی برج ها یعنی که 18,000 هست همین را 18,000 هست 18,000 برج میدونید برج بالای کوپالای چرا دیگه اگر حاضر توک نوروز ببینید هر کدام این نگاه کنید این درون میاد هر کدام این 18,000 ستون دارد هر کدام برج 18,000 ستون دارد هر ستون 18,000 متر دارد هر متر 18,000 ستاره دارد خندی چانه خندی دیگه خندی نگاه کنید خیلی تاب بخورد اگر شما دنیا را خود نگاه کنید کهه ها این خیلی تاب بخورد اما دنکه ما داریم که جمع برای تاب بخورد کهه ها را همین جمع هم خیلی تاب بخورد اگر همین زمین به 7 آسمان است در یک قندیل پرتوی مانند انگشتری در بیابان است و این آجاب میزنم که در وجود چیزی دیگه نتون این یادرا شد صبح بهشت است صبح دوزخ است در بین اینها هست فرشته ها فرشته هایی که گردش میخورن این جمع چند فرشته در دوزخ میدونید؟ من نه 19 هست در این جمع چی؟ در بهشت هست این قدر خوب این قدر خدمت بوده است که آدم تصور نمیکنه اگر همین ما بگیریم مانند یک حجیره هست یعنی که یک حجیره که ما داریم واقعی زنده است و یک حجیره که در اینجا چکار کردن؟ در اینجا دور خودش هست دور رحمانی باریش میگه که 500 ساله راه هست نرماگر رسوای لک میگن 300,000 کیلومتر در یک ثانیه نور میروه و وقتی که میروه همین 500,000 سال رسوای لک این قدر کلونه که آن نور همین قدر حرکت دارد سرعتش یک میگوی 300,000 کیلومتر میروه اینی کنجی آسمانی یکون به این کنج نرسیده بعد نورها نرسیده مفهمید که قدر کلامه کلام یه باید کلامه شوخه در همین دو بالای همین لوحی محفوظ هم کتاب شما ببینید کتابی که با قلم نویس ما امروز قلم نبوده با قلم نویس این من و خلق ایران و در همین کار کرد تمام هستی را یا بعض جنبت از کارش کرد اینو باید یعنی که در درون من یعنی من شما گن هست گن ها کار کنن بعد ما دیگرگون میشیم گن نباشه یکون چیز دیگرگونی در ما نمیشن نوشتگی هست نوشتگی مایی دیگر تکرار می همه گاته که کشانه در نوشتگی بروز هست این بچه رو گن نمیدونستن آزش چه میگن؟ آزش مجموع دیگه نمیدونستن چکا کرد؟ این گونه که توان خداوند دیدید همین دوره برید و غضبش آب کرد و غضبش همین دوره برید آب کرد یکون چیزی که روی پروردگار دیدن آب است برای موجزه دارد
برای همین همون بیودیست که ما و شما داریم، همون بیودیست از آب زمزم، همون مینرال های آب زمزم و دیستگیان از قهر بحر بیودیست ساختن. آب روی پروردگار دیست، برای همین عموما چی ندارد، نه بو دارد، نه مزه دارد، نه رنگ دارد، نه هیچ یکو خاطر در 4 حالت در روی همین زمین هست. خیلی میتونید گفت همین برنده گفت در همین آب خداوند تو کرد حیات فرد، یعنی که یکون چیزی کرد آب پیدا کرد، از آب هوا را پیدا کنم و چی شد؟ ما میدونیم که آب از سی بارد است از جهان دو تا گاز، هیدروژن، اکسیژن. هوا پیدا شد و وقتی که هوا پیدا شد آب و زد طوفان شد و چی برآمد؟ کف برآمد و سیون چیزی که خداوند کف کشید آتش شد. آتش و آتش کف کشید دود شد. از دود 7 قبر آسمان است. از خاکی که از کف چهارم خاک پیدا شد سیاره ها را سیاره های سخت اینی که در حال دیدی آفتاب از دین جهدید شد آیسته سخت شود چی می شود؟ زمین سخت می شود. او سیاره های هستن که مروی نزدوالات راه نگردیم شده می بینید زمین پرسته که سخت نشد. برای که زمین حیات کند برای زندگی ما این قدر سال است. یعنی که میگو کنید از 4 عنصری که پیغمبر رو گفت میزدن چطور کرد ساخت و ما در نهری این نمیدونیم در زیر کرسی برای آیت او کرسی بزرگی آیت به همین که وای محافظت کرده کرسی خداوند هم 7 قبر آسمان و هم 7 قبر چی؟ این یکون مدلی که ما خیلی داریم ولی با موقعی های دردازیم هر کدامشون در این تکرار می‌کنیم و چکل بودن نشد و چکل در کدام حالات بودن نشد چکل عرشی خدا را کنیم برداره در کدام حالات بودن این با چی هست؟ این موضوع چه؟ موضوع دیگر که خداوند میگه تاریکی میخوای کردم اومدن اونش از تاریکیت میگه از قدرت منت میگه قدرت خداوند میدان الکترومغناطیسی است. یک قوایی هست که میدان الکترومغناطیسی بسیار قوای فرشته میدن. این روز معنیت هم واسه میشود بخیر اخلاقی کمون میکنه. شما باید آسان است وقتی آسمان میگوشی یا زمین میگوشی. مثلا عضوی اگر گیریم دانش همین که هست دانش موکی همین زمین همان یا بزرگ سازدونی بکنم. من قهرش هم میبینم بعضی علما خفت کنم که کلیوار دارد در مرکز زمین آتش است، آفتاب است. بچه آفتاب در شکمی سر زمین یدروی سوزان و تفسان است که کار سرمایه‌گیری می شود. بالاتر از وای منفی است. خبت منفی شما دیگه منفی است. مومیا از این جرفت است می سوزاند و از بالای این لیتو است، سنگ است، لیتوسفر است. از بالای این چی هست؟ هیدروسفر است، آب. بعد هست اتمسفر است، هوا. بعد هست ایونوسفر است، از این سنگ مای با آب و هوا یک جای شد پیدا شد گیوسفر و همین خود موشن. در بالای بیوسفر رفتنی پیدا شد فیتوسفر و فیتوسفر زوسفر حیوان و نوسفر سفر عقلی که خیلی زمین افراد میخوره بزرگه خیلی غذا میخوره زمین زنده است از این کشتی رخت گشته زمین زنده است برای چی زنده است وقتی که میبارد چی؟ نور آفتاب 2 میلیارد تن گاز در بالای زمین میریزد 2 میلیارد تن در یک روز میریزد و یا آب چی؟ میشوید میبرد در قعر بحرها میماند قعر بحر لایق است برای که موسی وقتی که آب رو تکرد قعر بحر چی بود؟ قعر سرخ چی بود؟ با استو کرد
باید مثبت نتیجه همون کاخ شد. یعنی که لایقه همین لایقه از قبط سنگی میگذره دوستا و به قبط چی میرود؟ منفی و منفی باید رو میشه و سوزش میشه. وقتی این سیر کرد خیلی حاجت شد حاصل میکنه. خیلی حاجت شد حاصل میکنه. خیلی توالت حاجت میرود زمین. تو دیگه باید ولکان خطی چی؟ ولکان خطی یک لینیا خطی ولکان خطی میبرد. هم کوها پیدا میشوند و هم ولکان هم زود با هوا را دیگر میکنند. یعنی این حاجت زمین است. زمین غذا بخورد و زمین غذا. 4 مراتبه در یک 4 متر ما بالا میریم پایین میریم نفس نمیگیرد. زمین نفس هوایی نمیگیرد مغزی میگیرد. داخلش مغزی میگیرد. این دفعه مشکل از اون همونی که کنکریت نیست یخنه از روی اینم اساس علمی خفیف یکی از نظریه های کنکریت که درمانی هست مخالفه هست ما از اون گفتیم و باز بعد در صحبت‌های استگرام و بسیار کارهای دیگه هستن به آسمان رو می‌برن. شما اینا فهمیدید اکنون آدم آفرید جان که آفرید چیکار میکنه؟ آدم جان که آفرید چیکار میکنه؟ جان انسان در قندیل است نباید یکم حیات ما در قندیل اون در چی که پیدا میدونیم قندیل هست یعنی شکافوی خداوند هست کابینت خدا قلم داره کتاب داره یک جور جان امام رو میگه جان امام میگیرد وقتی که جان برنامه پروگرام فلش کرده هستی برنامه که عملی میشه وقتی که میگیرد عین پدر از این دستی مادر و در 4 ماهگی و رحم مادر سی میبرد این حیات یک این حیات یک این حیات دو این حیات دوم در شکل مادر و این کلمت ماهیچه و کفلستک و قرباقه و سگ و پیشک و تو میمون میشیم با چی میشیم؟ تعال میشیم مادر یعنی ما آمدن میگیرد اگر ما در همون وقت اگر بعضی روایت ها میگن که ایجانت میگن حق دارده بچره این میزنه این تو سوی چیزش کرده بوده که در دوره چیز زمین حق بودن فایده شد میگه کودک میمون یک دوره در همه خیلی زن کپ یا ایتین میمون همون دوره بچره توابش میتونه چی؟ نگیم میگه باید چیز رو ایجاست مرغ رو بوده وقتی که هنوز از کم مادر چی؟ هنوز چی؟ رویش هایی که در شکم مادر می شوند میلیون ها سال می گذرند ما زمانی کلمت بودیم زمانی ماهی بودیم زمانی موش بودیم زمانی سگ بودیم زمانی چی بودیم با آمدیم آدم و دنیا چی تولد شدیم حیاتی چی زمینی و این سیمین حیات هست انا حاضر ما در چی قرار داریم در چی قرار داریم سیمین حیاتی موفق منطق اگر سیمین باشد چند چه هست چند ما دو تاشه میدونیم کنکریت هست شکل مادر است پشت پدر است رحم مادر است میدونیم زمینی هست ولی هست نه چه باید کم است نباشد ولی کامپیوتر برنامه داره پروگرام عظیمی داره آدم پروگرام داره اینش داره یعنی که سه باشد دو باشد چند هست بود؟ 4 هست این حیاتی چی؟ زیدی زمین انا برای روحانی نام متأثری اما باید یک روز میره هیچ کار میکنه که در کلام حالت هست بکنید یا بار دیگر میکنید منطق اگر زمین این در روی زمین بدن ما هست در اشکال مادر بدن ما هست پس چرا چارمش نباشه همه قدیم ما صرف در محکم کنید میلیون هست کنید تو یعنی که از این طرف انسان ها میتونن که اینم در عمیده تمام میشه آدم بود دیگه نمیدونه اینه چی کنه ابسلیت نمیدونه ابسلیت نه تنش چکوره میشه تنش میدونه یکی در بوره رو روان دیگه است ابسلیت انفرماسیون نیست محکم
یک اون بزنم با ما کی جواب میگیرن پیغمبر ما شما میتونیم که اینجا بگیریم مثلا پیغمبر زرتشت بگیریم پیغمبر موسی را بگیریم عیسی را شما محمد را خانم اینا خوب بهترین خانم بهترین چطور ولی ما میگیریم چطور خوب شما میگیریم برای محمد اینا را شما ما سخن محمد را بگیم بسیار میگه محمد تبرام نبود پیدت هم این چهارم که شد ولی همه سنوی رو نبود همه سنوی رو نبود یکی میگفتن در بوری از دریچه که بگیش در کل میکنم هنوز در پای توی همین جا پذیر نیستن علمو همین دریچه رو ساختن سر میشود پنجم ما گفتیم که قیامت ما گفتیم که دنیا که میشود یکمان روز نه یکمان روز گفتیم این ریزبات کرد تا یکمان سر بیسته دیدن که وقتی شده استن حال بودن یا روز میاد در هم میزنن به همین خطی قیامت میشن بر هم میشن نچوید نیست پروستن همین دنیای وقتی میشه تا چی میشن ابرد نمیشن میگوید جا دمه دارن شخصی میشود جمعت رو میشود کردن قیامت میشن اون ترکیشی که بوده یه دفعه میگه همون رو وقتی اکوسی اینا بعد ترکیش اینو دیگر خیلی گفتن دیگر خیلی علمو گفتن آوازم علم و دین یک چیزا میگن فقط ترمینالوگشون میگن فقط یک علم بزرگ است که اون علم حال است الان میبینیم در مسئله چی؟ قریب اومدیم یه تو خط نشد ششم قیامت ششم بیهیشت من یک چیز فهمیدم هر وقت سایه کنم او ظاهری رو دیدن نکن به ظاهری هم نمیشن لیکن قلب سایه کنم اگر که قلب تو تصور کن من استناف کنم خدا قلب سایه کنم همین سرمه دیدم نزدیکی سوره بیست سوره شد سوره لیکن معلوم نداره که ما شریعت از ظاهر ما هر کسی سوری خودش داره لیکن یک چیز معلوم همین در شرکت آدم ها روشنگی میشن و عمر میشن افتی نیستن نکبینن در کسی در این جوابی نمیشه دیگه چی امید نداره و این نکنم این نشه خواهی میشه من برای فکر میکنم که اکثری نتواردیستا انشاءالله هم مومین مسلمان بیشت و هفتم اون که ما این روز گفتیم چیز هفتم حیاتی دیدار من هر یک استادی که میرسم یک چیز میرموستم من میگفتم که محلول میشنیم با خداوند همه خدیم میشیم و خدای گفتی گفتی محلول نمیشه با خداوند یعنی که فرضیت تکون نمیکنیم مثل اگر محلول شد با خداوند خدا میشن که گناهات خدایت است ما تو جور با خداوند اتفاق بستن نمیتوانیم که خدا شریک ندارد و جز تو با خداوند وحدت میکنیم یعنی تو باید نظاره میکنیم میدونی حلاوت میبریم از بسیار چیزایی که دیدادینی که ما گفتیم با اون میکنیم نصیب ما و شما امروز نه تنها آزادی و با شما هم خوش خبره که ما و شما دیدادینی میکنیم انشاءالله ما برای این ما چون کنیم که این حیات مونه که این حیات مونه برباد نکنیم این کشتی هم از دنیاهای دیگر مونه کشت هست یعنی چیزی خود ما کرده که معین میکنن که ما همه خیلی مونه هر روز بودیم حیات رفتی که مونه دشمنی سخترین این شیطان علمای دوستی هست علمای عرب بیرخ چون میکردگی دشمنی میانداختگی وقتونه به بوده صرف میکردگی قرهای بد میکردگی من از بحث کنیم اینم بحث کنیم
ما مسئولیتی کلام داریم حاضر اون رفته است و خدا باز تعدیم میکند که اندامه های شما را گوش میکنند ولی دست گوشت میکنند خیلی بکر کن باز گوش میکنند روز نشان نمیکنند روز نشان میخواهی نمیشن و اون روز پیش ما هست برای همین چطور کردن اون نکن خستن در کن عمل کردن نکن با اون مشکلی با اون 1% راه هست البته ما هزار آفرین به پیغمبر خدا میگم بعد آفرینش میگم برای چی پیغمبری اصول داره پیغمبری این دوره کردن گفتن آوردن وحی را آوردن باید کدام فوقاتو در نجاتی برای وحی میامد و بیهیش در آوردن با آسانی به دست نمیاد شما تصور کنید ما میخواهید با این چیزی ما نیست که ما بای باشیم آرزوی ما چیست اما هدف ما و شما چیست ما زندگی آدمانه کنیم ما اینو در اصل 15 گفتن نمیتونیم برای نمیشد اونجا چی بود بای بود کمبغل بود دیگر بود جنگ ها بودن ما فوزیم امکان داریم که پروست زندگی نرمان کنیم زندگی آسان کنیم برای ما چی در کنه الیمنت هرنه ماشین در کنه خانه در کنه تلفن در کنه دوست در کنه یک درآمد خوب در کنه جلس از سیاحت و هر رفتن چیزی نداره بعد خود یکون چیز دیگر در کنه آدم همین که میخواهد یکون چیز دیگر در کنه وقتی که آدم نمیخواهد خماب داشته باشه وقتی تمام تصویر کنید آدم نمیخواهد بیتنی بهر وقتی کشتی هست میشان کنه آدم نمیخواهد که در هفتم آسمان باشد میرم و در ایوان میبینم آدم چیزهای عادی میخواهد عادی مثل تغییر تلفنی نزدیک باشد لباسکوی خوب باشد خانه گرم باشد یا ماشینچه داشته باشی یک جز سیاحت یک جز درآمدهای خوب برای حج کن بیا نیکی کردن میتونی مردم از چکو کنید مردم از روشنبی کی همین چیزها را ما را وعده دادن میکنن حکومتی ما گفتی شرایط هم ساختن تو امنیت داره قانون هم هست مکتب دیدید بهتون که بگید این خدر کنید برای چیزون عادی این که گفتن بیداردنی میخواد این مکان دیگر عادی چیزون دیگر کردن نکنید یک زن یک شک آب داد شک تشنه شوش آمد زنش نیست زمد همین زن بهیش کرد آمد شک مایده بود میرم نمیدونم نماز کسی میکنم بهیش کرد برای آب دادن گروه این خدای ما را بینید یا مردک 400 سال ساعت عبادت کرد وقتی مرد گفتن بهیش میره گفت خدمت کردم نه مهنت کردم بهیش میره وقتی دادنی در آمده بهیش طرف همه خیلی تشنه شد که یک ملائکه آمد یک پیاله آب گفتی یک پیاله آب 100 سال نماز همه خیلی تشنه شد تا پیش در بهیش طرف همه نمازه تمام شد رحمت نبودن نبود و صدا آمد که این رحمتی منه این مهنت نوشن رحمتی اوست مهنت هر کسر خیلی برای این نیست بهترین شرایط مونده چکار مونده بخاریت کسی 69 حضرت 9 برای همین سورانی در کسی خلاص کننده بشریت عذاب در آینده نه سرپرستی ها دنیا را اقرابیت میکنن آینده نه خانه های میسازن که یمی بریم یمی در دوز زندگی تمام آینده در تولد و ذکر میویه همسادگیت میگه که منی خدر کودک مرا بیاره از 10 سال پیش کارخانه میگه که مرا 1000 تا کودک یعنی کارگر از 10 سال پیش میرم زکات میکنم تولد میکنم هدیه میکنم من بودا نیست آدم‌ها چی میگن اون چیزی کار شده این یعنی هست که برای کارمتر گردشی کننده آدم‌ها شده اوجه رئیسی دلا برایزه این بهولن اکتیسی ما خوشتی نگردیم حواس میکنم برای ما شما خوش باشه راستا اوجی بخیر
کورس هم میکنیم دعوت هم میکنیم و ما فرمونده بودیم و پیرزنی دارم دعوانه بوده قدرت حقیقتایی به همین مسائل چطور کردن رو در کورسی در ویدیو کور کردن رو که آدم ها رو پیدا کنندن رو در کورسی شما آدم ها رو چطور کنید خلاص کنید از مشکل برای آیسته سال مثل که من کل حتی سال کل حتی بیان سه خبر کنم و اول من حتی این سال پرستیس کنم برای این خانات ما سال تا سال زندگی چی شده؟ من مثلا سال 2011 یک ساله لباس و یک ساله که من تمیم نکنم اون فرستگی بچه تو این شانده چی؟ این شانده آن است که مردم نداره مردم کم بکنن چی کارها نمیکنن که در مبلغ نداره بهترین شرکت هر یه حیات زندگی زمینی مورد و نمازخانی کار نداره با ملت کار نداره با عقیدات کار نداره که کدامی چی یک جایی یا کار تبدیلتون تگید کار تکفتون تگید یعنی سه کمک بکنید که یک چیزش سودا بشود تجارت بشود برای چی میشه کمیسیون یعنی حق چرا میشه حق چرا میشه پیغمبر خدا گفت عرق خواب نشده حقی مردکار رو بکنید مستقی کنید این شرکت پرسیس کرده ولی برابر اما هفته دیگه ترسید مبلغ میده و این زود اون فکر روز نبکنم اگر مسلم دیگه ما در آن نوزم میکنم ما امروز ناسی دیگه هم تبیستی شونی به ازنمون اما رو مدار ماشین سلامت